من معلومات میگیرم در کدام ولایت و در کدام شهر نایه کدام سعودیت چگونه تجربه و چگونه پاکویژدانانه کار رو فعالیت کرده ایستاده است. مردم میدونند به تلویزیون، به رادیو، به یگونش پخش میشه چگونه که یک طبیب، یک جراح در یک کسالخانه جوهرهایی میکند، شرطی کسبیتی بلند دارد و از نزد وی یگان شخصی مریض چگم اذیت نمیکشد یا که کم تلفات از دیگر است در بین جامعه پند میشود که بیشتر مریضا را کجا میبرند آدمای وی جراحی از همه وی دستی سبک دارد ای متخصص خوب همون نوبت میستند ماه سال همین آدم وی کند پدر یا مادر یا فرزند مرا جراحی کند همین خیلی است سودی آدم همین من حالی بی صداقت میارم من برایم دعوت کردم شما اگر همین طرزی کار رفتار ما باشد من نمیدونم من از وقتی که اومدم این پنجم دهم ریفرم در ساختار حاکمیت سوری وقتی که من پیش از هر یک قانونی عفو که قبول میکنم ماهاش خطی فکرم چیکار کنم با کدام راه با کدام واسطه که ما از دست کارمندانی سودها دستگاه سودیه ها مفتشان و دیگران از کروپسیا بیروشکی مردم اذیت نکنند من برای چی شما را دعوت کردم در دست شما تقدیر انسان است تقدیر آدم در دست شما و در دست طبیب وقتی که مریض میشود انسان در بالای میز جراحی میاد تقدیر در دست طبیب است جراح است شما از آن جمله پیش از همه صرف نظر چی جرأتی صادر نکنه انسان است آدم است من بارها تاکید داشتم که وظیفه مقامات حفظ حقوق تنها به محوظ کشیدن مردم نیست بلکه وظیفه آنها اینچنین پیشگیری جنایت یعنی از محبس امین داشتن انسان ها می باشد زیرا در پس هر یک شخص یک خانواده و سرنوشت و زندگی او قرار دارد یک چند کارمندان یک چند رئیس های سودیه ها 7 نفر 8 نفر فرزند داشتند من تنها به خاطر فرزندا داشتم که کودکاش یتیم شود فکر خودتان را نمیکنید فکر فرزنداتان را نمیکنید هر کدام شما در وقت صحبت من تاکید کردم اگر برای وظیفه منصب سودگی تنها برای یک هدف باشد قانع کردن نفسی دغلم شود بدی خود خوبش که در همین سیستم کار کردن در کار نیست صاحب کاری کنید تجارت کنید بیزنس کنید بای شوید روید چرا ما نسبت مفتش وای نمیکنیم چقدر هستن اینا بعضا مفتشان 10 سال 15 سال در یک ساختارش کار کرده سال است اینا را دیدم موناکو کمبودی کرده است ببینید از کدام مفتش است از کدام ریاست است کی باید دیلار تفتیشات کرده که دیلاش برگشت شد چرا دیدم نکن یکی صدها نفر حکمی سفید کننده بگیرن جواب بشن ضرر این را کی میرساند ضرر این مایل مادیش لیکن معنوی چیه مفتش باید نزد قانون در جواب بگه در سال 2018 از جانب مقامات کارهای داخلی برای بررسی نمودن قریب 6000 پرونده جنایتی به سود ارسال گردیده است که نسبت به همه مقامات تفتیشاتی خیلی زیاد است. در این دوره 30 پرونده جنایتی از تفتیشات ایلاوگی برگردانده شده و یک پرونده جنایتی حکم سفید کننده برآورده شده است. ضمن بررسی کمبودی ها منتظم با رئیس سود عالی در همکاری قرار داریم. هنگام پیدا شدن چنین کمبودی ها ما دویم با همدیگر بررسی کرده کوشش میکنیم کمبودی را برطرف نماییم. لیکن به این نگاه نکرده هنگام بررسی پرونده های جنایتی در سود در جدای تعیینات جزا و بعضا آزاد نمودن از جزا و مصادره هنگام مصادره کردن مال و ملک حبس شده و کمبودی ها راه داده شده است.
алахусур дар баъзан ҳолатҳо молу мулки ҳабс карда шуда қисман мусодира ёбем ки аз ҳабс озод ва ба соҳиби мулк баргардонда шудааст. дар самти амалияи маъмурӣ бошад, дар давоми соли 2018 9 моҳи соли ҷорӣ аз ҷониби мақомоти мо зиёда аз 53 000 парвандаҳои ҳуқуқғайрмумкини маъмурӣ барои баррасӣ ба суд ирсол карда шудааст. масъалаи тафтишот бениҳоят камбудиҳои ҷиддӣ содир мекунанд. вақте делои ҷиноятӣ муфаттиш агар ба шарти сатҳи касбияташ баланд бошад, ман фикр мекунам судяам ягон кори вай дар даст зада наметавонад. беназорат намонад. Hamle paralelهای جنتی که از مولد و جناحهای خصوصیت اکستریمیستی تنسی داشتن با احتمال سیاسی خودش برای جنتی جمهوری ترکمن از جانب محکمه سعودی بررسی قرار داده می‌شود. paralelهای جنتی از سمت اکستریمیسم و تروریسم در 5 سال اخیر با مدار 179 189 307 علاوه 1 و 401 مقر آغاز کردند. در اون 1628 پرونده نسبت به 1673 نفر تفتیش پیشنهاد کردند و صلح‌ها پیشنهاد شدند. масъалаи интихоб кардани кадрҳо доир ба номзадҳо ба вазифаҳои судиягӣ худи аммо фаъолияти мақомотҳои ҳокимияти судӣ ман дар шаҳру навои мамлакат корҳои пешгирӣ кардам. бинем ки асад зиёд аст аз система ёки пешниҳод ка маълумот пешниҳод кардан пеш кардан дар кор гирифтан дар кор ёки тарбия намешида ки аз система бароварда вай кардан дар кор. Muhtaram asosguzori Suluh Adati Milli, Peshvoyi Millat, Prezidenti Cumhuriyeti Tojikiston. با حس افتخار و قناعتمندی از دستگیری پیوسته و دومی شما محترم جناب عالی، جهت تحکیم و تکمیل فعالیت حکومت سعودی، ادامه اصلاحات سعودی و حقوقی، بهتر نمودن تامینات مادی و تکنیکی سودها و بلندبرداشتن نقش سود در تامین رشد باثبات اقتصادی و اجتماعی کشور عرض سپاس می‌نماییم. چی проблема аст имрӯз дар мақомоти судӣ? чӣ халал мерасонад барои бартараф кардани мани камбудиҳое ки ҳозир ман номбар кардам? ягон проблемаҳои ҷиддӣ нест ҷаноби олӣ. шароити кори хеле хуб шуда истодааст. таъминот ҳам хуб аст. фақат масъулият ҷобаҷо кардани кадрҳоро вай кардан накор. таҳти назорати хатӣ гирифтан накор. дар донишгоҳ донишгоҳҳои олии мамлакат масалан факултетҳои ҳуқуқшинос ҳатман омӯзиши ду забони хориҷиро ба инобат гиред. забони давлатӣ ба дараҷаи аъло, ду забони дигар хориҷӣ ҳатман донистанашон дар кор. мо омӯхта дида баромада намонда кор. доир ба парвандаҳои ҷиноятие ки аз судҳо бармегарданд, яъне делаи тафтишотӣ умуман با حالت سفید کنندگی برآورده ایدار شونده بیگناه حساب کرده میشه. یعنی مفتش جزا گرفته نشونده. خراجات ضرر از حساب مفتشی که تفتیش کرده پیشنهاد کرده است برقرار کرده شد. نه حساب بودجه دولت. در بعضی موردها حقوق و آزادی‌های شهروندان خلأدار گشته آنها بی‌اساس به جایگزین جنایتی کشیده میشوند. و در نتیجه در مرافعه‌های سعودی عیبی اعلام گردیده اثبات خود را نیافته از جانب سودها حکمی سفید کننده برآورده میشود. چنانچه در این دوره از جانب سودها نسبت به 121 نفر حکم‌های کاملا سفید کننده برآورده شدند که از این شماره 62 نفر با پرونده‌های جنایتی از جانب مقامات تفتیشات پیشکی به اتمام رسانیده شده و 59 نفر به پرونده‌های ایبدارکنی خصوصی وابسته میباشند. شما حساب کنید 121 نفر 121 oile. هر یک oile تاجیک به حساب میمونه 6 نفر. هر یک oile تاجیک چقدر با خویش اقربا دارد و چقدر از سیاست دولت و از حاکمیت سعودی مردم نارضا میگردند. همچنین نسبت به 151 نفر حقوق‌های قسمت سفید کننده برآورده شدند که از این شماره 13 نفر با پرونده‌های ایدارکنی خصوصی آغاز نموده سودها و 138 نفر با پرونده‌های جنایتی از جانب مقامات تحقیق و تفتیش به اتمام رسانیده شده میباشد.
تقویت بخشیدن با مسائل تشکیلی یعنی تامین شرایط ضروری مادی و تکنیکی از جمله با بنای تجهیزات معاصر تامین نمودن سودها بهداشت وضع اجتماعی سودی‌ها مخصوصاً با منزل اقامت خدمتی تامین کردن و دوره به دوره زیاد نمودن مزد ملت آنها یکی از عامل‌های تحکیم حاکمیت سودی و تامین مستقلی و بی‌غرضی سودها میباشد. من شرایطی که اینجا بنا گفتم در شهر نوایی مملکت ما اهمیت اولین درجه درباره بنیاد عموما انشاءاتی که برای کار و فعالیت شاخه‌های حاکمیت عموما مقامات حاکمیتی دولتی است دیگر ساخت پروکراتور سودها میلیسیا امنیت اهمیت داده ایستادیم خودتون شاهدین هر شهر نوایی مملکت در ولایت مختار کوهستان بدخشان وادی رشت در وادی رشت هم نه حتی مرا کوهستان مچو در قسمت‌های نوایی بعضن ولایت سودم رایون‌های تابع جمهوری ولایت ختلان نوایی‌ها مرکزش با یک 10 برابر بودند کم می‌دیدیم ما انشاءات‌های نو یا که اداره سودی نوایی یا یکی پروکرور نوایی یا امنیت نوایی در خانه کوارتیران بودند من برای آن گفته ایستادم که شرایط‌های کاری حاضر که ما مهیا کرده ایستادیم از زمین تا آسمان فرق دارد بعداً حالا اگر سالهای پیش بر یک معلوماتی کم و بیش داشته ای سطح حقوقی سودیا کار کردن ممکن بود حاضر نی حاضر نمیتوانه برای همین هم مهم است سطح کسبیتی بلندبر داشتن سطح کسبیتی سودیا من در وقتی تعیین کردن دائما تاکید میکنم میپرسم 80% سودیاها همه سطح زبان خارجی را نمیدانیم از دانستن ما در کار ما قریب با 160 دولت دنیا رابطه های دیپلماتی امضا کردیم ما با صدها دولت های دنیا همکاری های نه که اقتصادی و تجارتی و دیگر را برآمدیم همکاری های بین پارلمانی رو برآمده سازیم امروز خودی صدها در یک سال کنفرانس و سیمپوزیوم و دیگر چهاربین‌های بین‌المللی در سطح بین مقامات بین المللی در شاخه‌های حاکمیت سعودی بین پروکرورها دیگر میره مباحثه بحث و مناظره دیگر های سطح کسبیت بین المللی داشته باشه در اینجا باید خودی در دانشکده‌های مملکت فاکولته‌هایی که حقوق شناس تیار میکنند باید حتما جاری کردن در کار آموزش زبان‌های خارجی را مخصوصا حقوق شناس دو زبان روسی و انگلیسی حتمی دانستنش در کار کانالی ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش